Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародари хушомадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоев. Видеоролики имрӯза дӯстон қисми ди видеоролики гузашта ба касе ки интерес набад марҳамат тамошо мекунем. Ба он бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Ба ҳаматон тамошои бофаровар. Рафтем. چخیلی که ما میدونیم جنها همه وقت زود پیدا میشوند و زود نابود میشوند. چخیلی که از ویدیو معلوم است мотосиклрон برای خود رفته ایستاده است، اما در نزد او یک چیزی خیلی عجیب میبراید به مثل آدم. اما وقتی که این مرد میخواست که فهمد در حقیقت این چی باشد، این جن تیاری خود را میدید و به این مرد حمله کرد. اما این مرد زود از آنجا گریخت. ممکن است که بسیاری از شما گوید که این منتاژ است، اما اینش رو با من گوید که برای چی این شخص موتورسیکل خودش رو ماند و گریخت. این ویدیو از کامرای ویدیو نابلودنی یک مغازه در کیتای گرفته شده است. این زن در درون مغازه میگشت و خرید میکرد. اما بینید که از پشت این زن یک коробка به زمین میافتد. وقتی که این زن میخواهد که این коробка را گرفته به جایش گذارد و وقتی که این زن این اشیا را به جایش میگذارد گویا که او را چیزی داشته باشد. این زن دیگر از جایش جنبیده نمیتوانست. یک چند سکند این دوام میکند و بعدا این زن با آوازی خیلی هم بلند داد میزند و گویا که به درون این زن این جن در آمده باشد. دختری که همراه او بود میخواست که با او یاری رساند، اما این دختر رفتار این را دیده خیلی هم ترسید و بعدا بسیاری ها برای یاردم او آمدند. او را به زور داشته به بیمارخانه بردند. و از هم عجیبیش در آن است که وقتی که این زن از اینجا می رود باز همون коробкае که به زمین افتاده بود باز دوم بار به زمین می افتد. در سالهای پیش یک معلم در درون سامالیات یک جن رو میبیند و این مرد خودش در حیرت میافتد و میخواهد که زود از آنجا گریزد. وقتی که او از سامالیات بیرون میشود و این چیز این رو پیگیری میکرد و بعد از این حادثه ها این مرد خودش میگفت که من فقط میخواستم که این چیز رو یک بار بینم و من دیدم و دیگر نمیخواهم که این رو بینم. چخیلی که از ویدیو معلوم است در این مغازه جن میخواهد که موتورسیکل رو دزدد. فکر کنید دوستان، اما خودتون بینید که این موتورسیکل به آدم حرکت کرده ایستاده است. چخیلی که ما دیدیم در این مغازه هیچ کس نیست. در بالای این موتورسیکل هم یگان آدم ننشسته است. چگونه میتواند که موتورسیکل خودش تنهایی به حرکت درآید؟ و بعد از چنده این موتورسیکل خودش باز افتید.
و با همین ویدیورولики امروزی من به انجام رسید دوستان. باور دارم ویدیورولик به شما پسند اومد. بکر حتما подписаться کردید، زنگوله رو پخش نمایید تا که از برنامه ویدیوی آینده ما با خبر باشید. خیر دوستان، تا ویدیوی آینده در پناه الله باشید.